سرور باشگاه مشهور سپارتاک مسکو شمس‌الدین شنبیف به هیئت دسته ارتش اومسک گذشت. در این باره خدمات مطبوعات ارتش خبر داد شمس‌الدین شنبیف فرزند مهاجران تاجیک 24 سال دارد. 18 فوریه سال 1997 در ولایت سوغد تاجیکستان به دنیا آمده. در ایام کودکی همراه والدانش به مسکو کوچید و در مکتب دسته سپارتاک به مشق فوتبال آغاز کرد. شمس‌الدین شنبیف در خط حمایه بازی میکند و در هیئت دسته های نورسان و جوانان سپارتاک در مسابقات FAL و لیگ نورسان اویفا بارها به میدان برآمده. در هیئت تیم های یکچین نورسان روسیه نیز 12 بار هنرنمایی کرده است. شمس‌الدین شنبیف سال 2014-2016 در هیئت تیم جوانان سپارتاک 42 بار به میدان برآمده. سالهای 2015-2018 در هیئت سپارتاک 2 48 بازی کرده است. شنبیف از سال 2018 تا پایان 2020 در هیئت دسته اورال و اورال 2 از اکاترینبورگ و در نیمه اول سال 2021 در هیئت دسته اسلوج از بلاروس بازی کرده است. دسته ارتش اومسک در گروه چهارم دیویزیون دوم لیگ ملی فوتبال روسیه بازی میکند و بعد 7 بازی با 11 امتیاز در بین 15 دسته در مقام هفتم قرار دارد. جای اول را در این گروه فعلا دسته چلیابینسک با 18 امتیاز در دست دارد. در این گروه دسته های معروف چون امکار و زوزده اسپرم، دیناما بارناول، لادا تالیاتی، نوستا همچنین اورال دوی که شمس‌الدین شنبیف قبلا عضو آن بود رقابت میکنند.